بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در بیان اهمیت این کتاب مبارک اصلهای سگانه یا که اصول ثلاثه میگویند سه اصل، در بیان اهمیت این کمی سخن میگوییم، سپس داخل میشویم بر کتاب. بدون برادر و خواهر گرامی که اهمیت این کتاب از دو جهت بیان کرده می شود. اولا از جهت مضمون آن، این کتاب مبارک کتاب اصول ثلاثه اصلهای سگانه مختصر آن چیزی است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله سبحانه و تعالی آورده است و هدف اساسی هر مسلمان رسیدن به سه معرفت بزرگ می باشد. اولا شناخت الله متعال، یعنی معرفت پروردگار با نامها و صفاتها و فعلهای او سبحانه و تعالی و یگانه دانستن او سبحانه و تعالی در ربوبیتش که او تنها سبحانه و تعالی پروردگار و آفریدگار و زنده گرداننده و میراننده است، و معرفت الله سبحانه و تعالی در الوهیتش که او تنها معبود حقیقی است و سزاوار شایسته عبادت است و هیچ گونه از عبادت ها در غیر الله صرف نمی شود. تمام عبادت خاص او سبحانه و تعالی است. و معرفت اسما و صفات او سبحانه و تعالی که او دارای نام‌ها و صفات‌های زیبایی است چنانکه خودش بیان کرده است. دوم قسمت شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم، چنانکه الله متعال او را رحمت برای تمام عالم‌ها فرستانده است تا مردم از تاریکی‌های کفر و شرک و بدعت به سوی نور، به سوی توحید و سنت راهنمایی شوند و هدایت بگیرند. سوم شناخت دین، آن دینی که الله سبحانه و تعالی آن را نازل کرد، آن را کامل کرد و برای بندگانش پسندید. پس موضوع کتاب این اساسهای سگانه موضوع عقیده درست است، یعنی عقیده سلف صالح، صحابگان کرام و تابعین و تبع تابعین، و این عقیده باشد از قرآن و سنت صحیح گرفته شده است با فهم سلف امت، صحابه و تابعین و تبع تابعین، تمام کسانی که با نیکویی تا امروز و تا روز قیامت از آنها پیروی میکنند. اما جهت دوم باشد بیان اهمیت این کتاب از نگاه منبع. اگر ما بینگریم کتاب اساسهای سگانه سه اصلی که ما در دست داریم، با وجود کوتاه بودنش، با وجود مختصر و کوتاهی بودنش، یکی از مهمترین منبع‌های علمی عقیده به شمار می رود. چرا؟ زیرا اینکه اختصار و فصاحت در آن قرار دارد. با جمله‌های کوتاه و روشن مسائل بزرگ توحید و عقیده درست اسلامی را بیان می‌کند. هر نفر، حتی شخص عادی هم می‌تواند معنای آن را بفهمد و درک نماید. دوم بر اساس قرآن و سنت بنا یافته است. مؤلف هر مسئله‌ای که در اینجا ذکر می شود کلید آن را با دلیل از کتاب الله سبحانه و تعالی و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم برای ما گرامی دونستند و بیان کردند، و این نشان می دهد که این رساله قیاس به فلسفه های انسانی تکیه نکرده است، بلکه منبع اساسی آن وحی است، متمسک بر وحی الهی است، از آن مصدر گرفته شده است، نه به عقلهای انسانیت. و این کتاب با فهم سلف صالح، صحابگان کرام و تابعین و تبع تابعین شرح و واضح و معنیداد کرده شده است که یکی از مهمترین خصوصیت های آن به شمار می رود. بارک الله فیکم. به فهم سلف صالح شرح و واضح و معنیداد کرده شده است که یکی از مهمترین خصوصیت های آن می باشد این کتاب. و مؤلف رحمه الله تعالی مسائل دین را نه با عقل و ذهن معاصر بلکه با فهم صحابگان کرام و تابعین اساسنا کرده است، و این راه برای تو نجات و کافرت دوری از هر گونه گمراهی را ضمانت می‌دهد. راه پیامبر و راه سلف صالح رضی الله عنهم. و پایه دیگری کتاب‌های عقیده، از پایه مهمترین دیگر نقطه‌های این کتاب همچون قدم‌های اول برای دانشجویان اسلامی است. قدم‌های اول، نقطه اولی که باید انسان بیاموزد و بر آن تکیه بدهد تا اینکه قوی شود در آموزش علم عقیده، این برای انسان بسیار کمک کننده است که پس از آموختن آن انسان میتواند بر اساس بزرگترین مسائل قدم بدهد، به مثل کشف شبهات، کتاب توحید، اصول ایمان و دیگر کتاب‌ها داخل شود و آنها را بیاموزد. و همچنین مؤلف یکی از علمای بزرگترین و مجتهدین علم عقیده بودند در زمان خود. کتاب‌های او را اگر ببینیم بسیار اهمیت ویژه‌ای در باب عقیده داده است. مبارزه بر شرک و بدعت معروف شده‌اند و اهل علم اینها را همچون منبع اعتماد در عرصه جهان استفاده می‌برند. و این کتاب‌هایی که مؤلف رحمه الله تعالی بر ما تقدیم کرده است
مطابق اهل زمان، مطابق این امتی که در این اهل در این زمان زندگی دارد، رساله با نظرداشتی ضرورت امت اسلامی نوشته شده است که در بسیار دور و زمانها در مسئله های توحید و شناخت اصلی دین که سستی میشد در بعضی از جنبه ها در همه دور و زمان تا بدعت ها و خرافات ها تمام جامعه را فرا بگیرد. همین بود که در این زمان این کتاب ها کتابت کرده شد. پس موضوع این کتاب باشد عقیده درست، یعنی عقیده سلف صالح رضی الله عنهم است و این عقیده مستحکم شده است از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و فهم آن با فهم سلف صالح چونه که گفتیم صورت گرفته است، یعنی صحابه و تابعین و پیروان نیکوکاری که از آنها پیروی کردند تا امروز و تا روز قیامت. از این جهت است که اصلهای سگانه برای هر مسلمان یک کتاب است که عقیده او را اصلاح میکند، زمینه ایمان را در وجود و در قول و قوی میسازد و او را برای راست راهنمایی میکند و از هر راه کج و گمراهی او را دور میسازد. راه نجات را برای او راهنمایی میکند و از راه هلاکت او را باز میدارد. برای همین هر مسلمان این سه اساس را، معرفت الله، معرفت پیامبر صلی الله علیه و سلم، معرفت دین اسلام را درست بیاموزد و با آن عمل کند. پس راه به سوی نجات و سعادتمندی ابدی برای او سپس گشوده می شود. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی خیرتان دهد.